ای بو خشکی شانس، بازم برق رفت. خیلی روزگار ما روشن بود، برقم رفت. تو توییترشون بنویس از اون انرژی هسته‌ای که میگفتید حق مسلم ماست یه لام روشن کنید لااقل ببینیم آفتابه کجاست. حروم لقما. جالب اینه اینجا نوشته میخواهن ماشین برقی هم وارد کنن. ما خونه همون چند ساعت در میان برق نداره. اوزگلا. آخر رهبرشون میخواد به قله ها برسه. ای تو روحت با اون قله رسیدنت خامنه. نمیدونم چرا هرچی به قله نزدیک میشن برق و اکسیژن کمتر میشه. این روزگار چه هم دقیقا همینه. جالب اینه اینجا نوشته برقی که از طرف ایران به عراق میفرستن نه نوسان داره نه قطع میشه. زمان جنگ به خاطر جنگ با عراق برقمون میره، الان به خاطر رفاقتشون با عراق برقمون میره. قسمت جذابش اینجاست که دیروز وقتی برق آمد پشتش آب قطع شد. زمستان هم که گاز قطع میشه. بابا جون آخرین باری که یادم آب و برق و گازمون هر سه تا با هم وصل بود دلار 3 تومن بود. ای خدا از گرما پختی. بیچاره اون بچه‌هایی که الان تو این وضعیت به دنیا میان. در واقع تو ایران کسی به دنیا نمیاد، به جهنم میاد. خب دیگه بسه، اینقدر آیه یأس نخونی. خسرو پاشو برو چند تا نون بگیر، حداقل تو این وضعیت بتونیم یه لقمه نون زهر مار کنیم. آقا جان میدانی که الان رهبر مفسدین جهان برق نانوایی محل رو هم قطع کرده. ضمناً از دیروز نان گران شده، یعنی با اون پولی که ثابت برای نان میدادی الان بهمون فوش هم نمیدن. نون رو دیگه چرا گرون کردن؟ مگه حقوق اضافه کردن؟ بالاخره زرشکیان باید یه جوری آمدنش رو نشون میداد دیگه آقا سفتر. فعلا همون فکر میکردن همون رئیسی کوتیله سر کاره. حالا شما حساب کن با اولین قدمش رون را گرون کرده، چه رکوردهای دیگری میخواد بعدم بزنه خدا میدونه. خدایا وقت کردی مسیر زندگی ما رو یه بررسی مجدد کن، یه کاری بکن قسمت آسفالتش نیفته رو دهن ما. اینقدر که خدا طلب میکنی، اگه یه بار یقه خودت و خودمون رو میگرفتیم که زودتر آستین بالا بزنیم و حق رهبر الدنگشون رو کف دستش بذاریم، الان هم برق بس بود، هم نون تو سفره، هم دلار تو جیب من. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.